میره تو ز سینه رفتنی نیست، با یاد تو دیده خفتنی نیست. حالی که مرا بود ز عشقت، دانستنی از تو گفتنی نیست. سلام دوستان و شنوندگان عزیز، من سیاره هستم. 18 سال دارم. عزیزان دل، از شمایان احترامانه خواهش دارم که مرا مصلحت دهید. من محتاج مصلحت هر یک و یک شمایم. دوستان، من فرزندی آخرین فرزندی که اینجای خانه هستم. اینک من تنها در یک فکر هستم. میخواهم خودکشی کنم، لیک میخواهم مصلحت هر یک و یک شما را شنوم. هرچند میدونم که خودکشی این گناه است، نابخشیدنی است، لیک دیگر امکانیت ندارم، دیگر راهی ندارم به یکم جا. خلاص وقتی که در صنف ششم میخواندم، مرا به طرز فریب پسری همسایه فریاد کرد. کتابی تاریخ دید گفت سیاره. گفتم حالا میارم. کتابی تاریخ رو گرفتم و فریاد کردم در حولیشان، ولی او آواز نداد. ناگهان آوازش از درون خانه آمد. بیو سیاره، خانه درو. من در خانه در اومدم. وقتی که من خانه در اومدم دیدم پسر عمه‌اش در خانه شیشتگی. من فکر نکردم یکم چی، چون که خورد بودم، هیچ از همه کار بیخبر بودم. کتاب را خواستم دیهم برگردم، ناگهان در خانه محکم شد از قفا. اینک پسر عمه‌اش به من هم خوابگی کرد. گفت سیاره، با کسی نگوی، من تو را دوست می‌دارم، با تو البته خانه دار میشوم. این طور کردم. با کسی نگفتم سیری دلم را. همین سال مکتب میانه را ختم کردم. من در دوام چند سال پسری عمه‌اش را ندیدم دیگر و به یگان جا هم نمیرفتم. دختر خانه بودم. مادری بیمار داشتم، با مادرم مشغول بودم. ناگهان پسری عمه‌اش را روز دیگر در خانه شان دیدم. رفتم نزدش. وای بچه، تو مگر فراموش کردی؟ او مرا گفته بودی به هیچ کس نگوی. الکی من مکتب رو تمام کردم، تیارم برای خانه دار شوی. وای گفت من دیوانه هم به تو خانه دار می شوم. گفتم چه خیل، این چی سخن است؟ گفتم این خیل، من دیوانه نیستم با تو خانه دار شوم. گریان شدم. هیچ گپ دیگر در کلام نآمد که با او گویم. آمدم غمگین در خانه نشسته بودم که ناگهان دوگانم هم صنفم بود در آمد. گفت چه کردی سیاره؟ گفتم دوگانه جان، من همه خیل شده بودم، اما پسر به گردنم میگیرد، میگوید من دیوانه هم با تو خانه دار میشوم. گفت این خیل نمان، به مادرت گوی. گفت چورهش را میابد. این طور کردم. به مادرم گفتم. مادرم از هوش رفت. کلین خانه امان شنید. کلین خانه امونم حیران شد. نخواد سیاره تو اینقدر بی عقل باشی. من گفتم الکی من در وقتی بی عقلیم این کار شد، نکم ندارم چاره، من چی کار کنم؟ وای با شوهرش گفت، با برادرم از قهر و غضب چنان زد که حتی به هوش رویم بودم. همین خیل پسر رو فریاد کردن. وای به گردنه گرفت. من رو بردن اکسپرتیزه. ینگش رفت، برادرم رفت، هم ینگه خودم. اون اکسپرتیزه مرا دید. گفت 4 سال 5 سال می شود. وای همش را به ینگش فهمون. اگر این دختر را نگیرد می تواند 15 سال سود شود. ینگش این حادثه را آمده